تعویض در اصطلاح عام ما فقط چیزی را در ورق نوشته کردن بدون از اینکه تشخیص عقیده ورق چی نوشته شده، آیا نام بتا نوشته شده، نام فرعون نوشته شده چنانچه مشاهده میشه، یا نام چیزی دیگری، یا آیات قرآن نوشته شده، کل از این یا به نام تعویض یاد میکنه. از او خاطر این کلش به نام تعویض یاد میکنه. اما خود تعویض این درست است در شریعت، خب به این اصطلاح نه، یعنی خود پناه جستن به کی؟ پناه دادن. نه، پناه جستن به سوی الله متعال از شر شیطان، از شر جنیات، از شر هر آن چیزی که شر است، چه عمل باشه چه غیر عمل باشه، چنانچه مامور به است. الله پیغمبر خدا میگه قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اینا بر رب ناس یا بر رب فلق تو پناه ببر به سوی الله متعال از این چیزا. این مامور به است. اما توسط نوشتن در کاغذ و بعد از آویزان کردن، تعداد کثیر و محققین علما قائل به است که تمیمه گفته میشه. و چون در حدیث پیغمبر علیه السلام این الرقا و تمائم و طی ولا تشرکون گفته، از خاطر اینمی تعویضی که در گردن آویزان میشه، در دست آویزان میشه، در کمر آویزان میشه، اینم در جمله تمیمه شمار کرده. اگر این تمیمه هم نشوه بازم نادرست است. چرا؟ اگر عمل خوب می بود چقدر ضروری بود که یک انسان از شر شیطان و از شر بسیار امراض نجات پیدا بکنه، حتما این عمل خود پیغمبر انجام میداد، ترغیب میداد. بعد از او صحابه کرامی را انجام میدادن، عملی میکردن، در حالی که نیاز خیلی موجود بود. چرا که از شر مریضا و از این گپا نجات پیدا کردن یک امر چی است، خیلی محبوب است، مهم است، مردم به امن شود. لیکن ما هیچ اثر در این مورد نداریم که وا اینی قسم عمل انجام داده باشه. مارسی محترم، در اینجا امی مولای تعویض نویس ما که یگان وقت همراهشون روبرو شدیم و گپ زدیم، بعد از اینکه خودم تعویض نویسی را الله توفیق داد ترک کردم، باز اونا برای من دلیلشانی بوده که در لفظ حدیث اتر آمده که وکیل الی، امی حدیث شما باید دارین؟ بله، چیست؟ من علق شیئا وکیل الی، کسی که یک چیز آویزان میکنه برای امروز سپرده میشه. دلیل از اینا برای من امی حدیث این دلیل شده نمیتونه. منظور ایست، این مزاحمت بیان میکنه. مثل که یک آدم تو را میگه که جناب فیصل صاحب بیاد اینمی موقع پیشی ما، به خاطر که من توانایی و قدرت اینمی گپ دارم که تو را از اینمی معضله مشکل چی کنم؟ خلاص کنم. لیکن اگر پیش من نامدی، پیش کسی دیگه رفتی، به مو سپرده شدی، من دیگه سر و کار ندارم، باز از من تم و توقعی چی را خلاص کردن نداشته باش. او بدیهی گپ است که او آدم خلاص نمیتونه، از او خاطر از من تم نداشته باشی، خلاص شدی دیگه. الله متعال وقت تمام چی را پناه دادن خدا از تو ترک کنه، باز تو چی میکنی؟ پناه را الله داده میتن. خوب دادین. لکه اینا برای من میگفتن که ما آیات قرآن نوشته میکنیم یا حدیث پیامبر نوشته میکنیم در کاغذ، بازی شخص در گردن خود میگیره یا در پیش خود میگیره و پیامبر گفته که وکیل الیه، به اینمی سپرده شدی، اینا این به می قرآن و به می حدیث سپرده شد. نه، اصلا اینطور است. منظور وقتی که وکیل الیه، اگر کسی عقیده را بکنه که تعویض مرا نگاه میکنی، شرک است. الله نگاه میکنه، تعویض نگاه نمیکنه. تعویض کلمات است، کلمات نگاه نمیتونه، الله نگاه میتونه. بله، این ذریعه و سبب، مثلا کلام الله ذریعه و سبب چی شد؟ خیر و برکت انسان شد، یک ذریعه است، وگرنه اصل برکت انداختنی کی است؟ الله متعال است. پس یا استدلال از این نکته نمیتونه که ما برای ازوس به اینمی کلمات سپرده میشه و کلمات یارا چی میکنه؟ باز محافظت میکنه. و حتی از این سخن خودت دلیل برای خودت میگیره و میگه که این خودت میگه اقرار کردی که برکت انداختنی الله هست، برکت دادنی الله هست. و عیسی علیه السلام بار اول که سخن گفت همین لفظ مبارک از زبانش برآمد و دیگه اونا میگن که خب ما اینمی آیندوباره، اینمی خرموره و مرموره و اینمی چوب و سنگ و چیزا را صدف و غیره را ایره که دم کردیم این برکتی میشه. چقدر اصلا یا نمیشه. اسباب سه قسم است، یکی اسباب وهمی است، یکی اسباب طبیعی عقلی برش میگه، یکی اسباب شرعی است. هیچگاه شریعت تعویض سبب برای منع مرض نساخته. ما گفتم که اگر شریعت می ساخت از پیغمبر نقل میشود، از صحابه نقل میشود، اما از اون نقل نشده. از او خاطر سبب شرعی هم نشد. و سبب عقلی یا طبیعی که برش بگیم که یک شی مثلا آب میخوری سیر میشی، چیزی خوش توسطش میشه تر میشه،
پلتر میزنی یک شای یعنی ورقه چی میکنی در میدی در میگیره. این سبب چی میگه؟ طبیعی یا عقلی که الله می قسم همین چیزا برای از این سبب جور کرده. لیکن اینی که تعویض بندازی و تو خوب شوی این سبب وهمی است. تو در وهمی خدا آورده که سبب عزیز است، نه شریعت مقرر کرده نه حق. خب تشکر بسیار زیاد مولوی محترم. چیزی که من برداشت کردم از سخنان شما این بود که تعویض یک سلسله دعاهای است که او در قرآن آمده یا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و خواندن از او دعاها به زبان است. به زبان است. و چیزی که نوشته میشه در گردن انداخته میشه این اصلا تعویض نیست، این تمیم است. این تمیم است. تشکر بسیار زیاد مولوی